تمام کسانی که تا به امروز وارد خانه عشق شدن حق رأی دارن. Oh my God! Wow! از امروز به بعد میان و رأی خودشون رو در این جعبه میندازن. بعضیاتون فکر کنم یه ذره ترسیدین، تازه فهمیدید دنیا دست کیه؟ اگه با هم زد و بند کردین هرچی فایده ای نداره. میخواید تناز و شاهین تو این مرحله حذف بشن یا اینکه بمونن؟ به خاطر همین ما مجددا ازتون سوال، بچه ها اگر بمونن ما 6 فینالیست خواهیم داشت. من دوست دارم که بمونن. موافقم و دوست دارم بمونن، چون واقعا به حضورشون در اینجا نیاز داریم.